سلام، خوش اومدی به اولین جلسه از مجموعه آموزش‌های مهارت‌های فردی. تو این مجموعه قراره یاد بگیریم چطور کنترل بیشتری روی خودمون، تصمیم‌هامون و مسیر زندگیمون داشته باشیم. اولین مهارتی که امروز دربارش حرف میزنیم خودآگاهیه. خیلی‌ها فکر میکنن رشد فردی یعنی فقط بیشتر کار کردن یا انگیزه داشتن، اما واقعیت اینه که بدون شناختن خودمون هیچ کدوم از اونها جواب نمیده. خودآگاهی یعنی من بدونم چه احساسی دارم، چه چیزی منو ناراحت یا خوشحال میکنه و چرا اونطوری واکنش نشون میدم. فرقش با خودشناسی اینه که خودشناسی بیشتر ایستا و تحلیلیه، مثل تست شخصیت، ولی خودآگاهی فعال و لحظه‌ایه. یعنی من تو لحظه بدونم تو چه حال و تو چه شرایطیم. اگه خودآگاهی پایین باشه این نشانه ها رو تو خودت میبینی. مثلا زود عصبانی میشی و بعد پشیمون میشی. از اشتباهات درس نمیگیری، هی تکرارشون میکنی. نمیتونی احساساتتو درست توصیف کنی. مثلا میگی حال ندارم ولی نمیدونی چرا. نمیدونی واقعا چی میخوای یا از چی فراری هستی. حالا میریم سراغ تمرین‌های عملی. چطور میتونیم خودآگاهیمون رو تقویت کنیم؟ اولین تمرین نوشتن روزانه ژورناله. هر شب قبل خواب این 3 سوال از خودت بپرس و بنویس. امروز چه احساسی داشتم؟ چه چیزی باعثش شد؟ چه چیزی یاد گرفتم؟ این تمرین کمک میکنه مغزت به مرور خودشو تحلیل بکنه. دومین تمرین بازخورد گرفتنه. از 1 یا 2 نفر که بهشون اعتماد داری بپرس به نظر من بیشتر چه زمانی از کنترل خارج میشم، یا نقاط قوت و ضعف من از نگاه تو چیه؟ و سومین تمرین مکث قبل از واکنش. وقتی احساسی شدی مثل عصبانیت یا ناامیدی، به جای واکنش سریع یه نفس عمیق بکش و بپرس من الان واقعا از چی ناراحتم؟ این کار ساده اما بسیار مؤثره. پس خودآگاهی یعنی بفهمی چی میگذره توی دنیای درونت. بدون این آگاهی بقیه مهارت‌های فردی مثل ساختن عادت، هدف گذاری یا مدیریت استرس بیفایده میشن. خب جلسه بعدی قراره درباره مدیریت احساسات حرف بزنیم. پس تمرین‌های این هفته رو جدی بگیر و اگه میخوای خودتو بسازی و پیشرفت کنی کانال منو دنبال کن و سابسکرایب کن. تو جلسه بعدی که قراره درباره مدیریت احساسات حرف بزنیم میبینمتون. پس